درود، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من. اینجا دقیقا همون نقطه‌ای که قراره چند سال دیگه یا چند ماه دیگه بگیم همه چی از اینجا شروع شد. برای اولین ویدیو هم میخوام 5 تا بهترین بازی رایگان داستانی استیمو بگم. همونطور که هممون میدونیم بازی آنلاین فری داخل استیم خیلی زیادن، ولی امروز قراره بازی داستانی فری رو بهتون بگم. پس برو بریم. بازی اول چیزی نیست جز بالدی. دیگه کیه که تو این دنیا این بازی رو نشناسه؟ واقعا این بازی خیلی بازی خوب و باحالیه. گرافیک نچندان، یعنی گرافیک ساده ای داره، واقعا هم گرافیک ساده ای داره که این داستانش هم فکر کنم بدونید دیگه. تو بی مدرسه اید، بالدی هم که اگه اشتباه جواب بدین میاد با قمه میاد سراغتون با خطکش و این چیزا. کلا خیلی بازی باحالیه، حتما برید داخل استیم دانلودش کنید، فری هم هستش. بریم سراغ بازی دوم. مطمئنم از هر 10 نفری که دارن این ویدیو میبینن یه نفرشون به فناف علاقه داره. بازی دوم اسمش از فناف کاستوم نایت، Ultimate کاستوم نایت، یعنی اسم دقیقش. داخل این بازی شما میتونید انتخاب کنید که کدوم کاراکترهای فناف بیان سراغتون و همونطور که دارید میبینید تو تصویر. و این بازی هم مثلا فناف هم نساختن و رسمی از طرف خود استودیو. و یه چیز جالبم بگم که همون اول بازی بهتون هشدار میده که صدا رو تا ته ببریم بالا و چون بتونید صدای یه سری ناله ها و جیغای داخل بازی بشنوید که اگه همچین کاری بکنید یه جامپ اسکر با صدای بی‌نهایت میخوره داخل تصویر و شما سکته میکنید. تازه اگه هم با هدفون و هدست باشید که خیلی بدتر، کامل اونجا سکته رو زدید. و آره دیگه، خلاصه گفتم که آمادگی داشته باشید. و بریم سراغ بازی سوم. بازی اول اسمش از پستال، از اون بازی قدیمی‌های شاهکار پیسیه که بازی بسیار خشونت‌آمیز و کمدیه که من حالا دیدگاه خشونتیشو نمیتونم بزنم چون یوتیوب میگیره کلمون البته میکنه داخل همین ویدیو اول. و کلا خیلی بازی باحالیه. بازی چهارم عجیب ترین چیزی که تو زندگیتون دیدید. حفلایی که همتون بازی کردید که همون کانتر و این اسپیشال فورس اینا ازش متولد شدن، TS:GO این چیزا، میدونید چیه دیگه. بعد اصلا این بازی خیلی عجیبه. چرا؟ چون والو سازنده همین حفلایه و این چی میگم بهش، و استیم دوباره زیر نظر والوه که سازنده حفلایه و دقیقا همون حفلای اومدن و یه تغییرش دادن و اووردن داخل استیم به صورت فری. من نمیدونم چی جوری این بازی هنوز پاک نشده داخل استیم، خیلی عجیبه. و تازه نیمه پر لیوان اینه که میتونید با رفیقاتون بازی کنید. سیستمش هم زغالیه. حالا شاید به این که هم حفلای هم میشه با رفیقاتون بازی کرد. آره میشه، ولی حفلای پولیه. تو اینو باید رایگان بازی کنی. و منظور من از اینکه میتونی با رفیقات آنلاین بازی کنی اینه که بخش داستانیش هم میتونی آنلاین بازی کنی. دیگه چی از این بهتر؟ و سروراش هم من یه بار با رفیقام بازی کردم، اوکی بود، چیز بدی نبود. سیستمش هم خیلی سیستم قوی نمیخواد. در کل همون حفلایه و خیلی بازی باحالیه، فقط اسمش تغییر دادن. و آره دیگه، اینو حتما بهتون پیشنهاد میکنم. اینو بازی بعدی رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید دانلود کنید و عشق و حال دنیا رو کنید. اسم بازی من اسپین کاپ، یادم رفت بگم. بازی پنجم و آخر اسمش از کرای آف فیر که بازی مورد علاقه خودم داخل ژانر هورور و سروایوله که خیلی خوبه. یعنی اگه این بازی زیر نظر یه استودیو بزرگ بود قطعا میتونست با رزیدنت ایول و سایلنت هیل رقابت کنه. این بازی واقعا محشر، جوریه که داستانش غم‌انگیزه، شهرش تاریک و دارکه، داستانش اصلا افسردگی میاره، خود مپش افسرده است. و مثلا برای بعضی از بازی هورور سروایوال مثل اویل ویتن و نمیدونم رزیدنت ایول و سایلنت هیل و اینا ترسشون موقعی که میخوای انمی رو بکشید کمه. ولی داخل این بازی حتی برای یه انمی شما کلی باید استرس بکشی. حتی یه انمی ساده
چون واقعا ترسناکه این بازی و خداست. یعنی حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگه پیسی ندارید و این بازی رو بازی نکردید نصف عمرتون به فناست. همین الان برید یه اکانت استیم بسازید بازی دانلود کنید، چون که خدا این بازی واقعا خوبه. و این هم بود از اولین ویدیوی من از چنل کانجو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این ادیت هم خودم زدم و دوست دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی فعلا پیس اوت.